جمهوری تاجیکستان در سال 2023 داشت این براه ماندن ملاقات با اداره نشریه ها در محلهای کشور بود و طبق حسابات در سال 2023 ما 15 ملاقات با همکسبانمون در شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری و خارج از آن داشتیم. از جمله چنین ملاقات‌ها در ناحیه‌های فرخار، واسه شهر کلاب در دانشگاه دولتی کلاب با اشتراک استادان و شاگردان، در ناحیه تیمورملک با اشتراک سابقه‌داران ژورنالیستان روزنامه استقلال، در ناحیه رشت، در شهر خوجند با دایر نمودن ملاقات با سرمحرران نشریه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، در شهر خوجند همچنین ما علاوه با کارمندان نشریه حقیقت صحبت داشتیم. ملاقات با ژورنالیستان سابقه‌داران در شهر استرابشان دایر گردید. اینچنین در شرکت تلویزیون و رادیوی اسم یک مستقل یکم ملاقاتی داشتیم با همکسبانمون. در روزنامه شهرت عشق ناحیه عشق چنین یک ملاقات بود و همچنین در آنجا با افتخار 90 سالگی به نشر رسیدن این روزنامه یک همایش بسیار بزرگ دایر گردیده بود. چنین ملاقات همچنین در ناحیه فیض‌آباد، در شهر دوشنبه دایر گردیدن. همچنین ما در سال 2023 با همکسبانمان از روزنامه سری آسیایی ناحیه سری آسیایی جمهوری ازبکستان ملاقات داشتیم. طوری که شما آگاه هستید طبق تاجیک‌نامه‌ای که بین اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان ازبکستان عمل می‌کند، در این مدت کارهای زیادی به انجام رسیدن و از جمله به نشر رسیدن نشرهای یکجایی روزنامه‌ها دلیل این مستقیم میباشد. در 2 سال اخیر 4 شماره یکجایی روزنامه سریاسی ناحیه سریاسی و روزنامه دیار ترسونزاده شهر ترسونزاده به نشر رسیدند. اینچنین در با ژورنالیستان واسطه اخبار عامه شهر خندی جمهوری ازبکستان نیز ملاقات داشتیم. برای سال 2024 نقشه ها کشیدیم تا اینکه در سال نیمه فعالیت خود با همکسبانمان با تجربه آنها آشنا شویم، آنها با فعالیت واسطه اخبار عامه تاجیکستان آشنا گردند. البته فعالیتی که در سال 2023 این بود این تشکیل است، ولی متاسفانه کسی سوالی هم نداد و فعالیت این سازمان ژورنالیست را درست تحلیل هم نکرد. از بی‌تفاوتی ما و شما به تقدیر همکسبان و به تقدیر ژورنالیستان ما با امید روز 3 دفعه نمیدونستیم که آواز دهیم یا نه. وقتی تصدیق کردن روزنامه جلسه و دیگر مسئله ها با آن خاطر که ما نمیدونیم که ما در عضویت ریاست اتفاق ژورنالیستان هستیم یا نیستیم. فقط همینش مشخص است که سال 2015 هیئت ریاست اتفاق ژورنالیستان وسیع کرده شد و آن راهبران دیگر سازمان ژورنالیستی نیز شامل گشتند. ولی رابطه اعضای ریاست با رئیس اتفاق من شکایت کرده نمیتونم، برای که هر زمانی که برای من مطمئن در کار شد من پیدا میکنم در کجا که نباشد. لیکن در محل ها گپ این اتفاق چیکار میکنه، چی رسالت دارد، گپ و کلاسه زیاد است و این همه شما میدونید. وقتی که میگوید که ما ناحیه ها رفتیم و شهر ها رفتیم، باید دانید که آنهایی که شاید حتی از نام نامونیز نشدند در عضویت اتفاق ژورنالیست‌ها هستند و آنها دعوا میکنند که اتفاق برای ما چی کار کرد. یک چیز نباید فراموش کنیم که پیش از اون که از اتفاق یک طلب کنیم، هر یک نفر ما در همین فعالیت اتفاق یک سهم داشته و هر یک ژورنالیست تا اون زمانی که درک نمیکنند که ژورنالیست بودن این منصب دار بودن یا وظیفه‌دار بودن نیست و رسالت خودش درک نمیکنه که هنگام اجرای رسالتش از جانب اتفاق پشتیبانی نمیبیند، ما به چیزی به تغییرات کلی موفق شده نمیکنیم.
برای همین بسیار میخواستم که راهبری اتفاق مشخصا در سمت تکمیل مکانیزم همگرایی مکانیزم همگرایی خود اتفاق با اعضای ریاست کسی که کار نمی‌کند حاجت با اون نیست که در روی خط باشه. ما هر سازمانی که در فضای اطلاعات فعالیت میکنیم کار خود ما هر در این صورت اجرا کردیم و اگر ما در یک جایگی کار کنیم شریک باشیم از کار فعالیت همدیگر باخبر باشیم خوب به همدیگر کمک رسیم در آن موقع ما میتوانیم و چیزی موفق شدیم که اون چیز رو اعتبار و نفوذ ژورنالیست در جامعه میگن. همه شما میدونید که یک گروه که به نام ژورنالیست هستن و چی نوع مقاله ها دست میکنن از شانتاژ کردن راهبر صاحبگار تا تحقیق کردن همکس چی نمیبینیم این چیزا. زینت الله گفتن که ما از جانب دستگاه اجرایی حکومت همیشه دستگیری میبینیم. سال گذشته 3 ماه در مسئله دسترسی به اطلاعات مواد جمع کرده باید یک پیشنهاد به حکومت نشد. درباره بعضی گازیته‌های شهری ناحیه‌ای ما رفتیم و خوردیم دیگر کردیم. چی تغییرات به عمل آمد؟ ما هم همراه پرینسا تحلیلات کردیم، آماده کردیم، پیشنهاد کردیم و همیشه که با خاطر آنکه باید حکومت یک برنامه دستگیری نشریه‌های منطقه‌ای را داشته باشد. یا در کار باشد درست دستگیری کنند، در کار نباشند برهم کردن یک نظام نوی نشریه‌های منطقه‌ای را راهاندازی کنند. اگر ما و شما این گپا نگوییم هیچ کس نمیگه. و همین خاطر بسیار میخواهم که مشخص کرده شود که در هیئت ریاست کی مونده است و حتی امکانات پیدا کرده مجلس حساباتی انتخاباتی برگزار کردن در کار هیئت نو کردن در کار بگذار کسی که دیدش به ژورنالیست که میسوزد یک کار کرده میتواند بکند. موافقت برای شما. تشکر. گپ در سر میرد که در حقیقت مناسبتی با ما یگان مناسبت با یگان اعضای ریاست با ما جامعه ژورنالیستی مناسبتی وای نداریم با هم همیشه در ارتباط است من شخصا هستم. ولی اراده شما در مورد کم فعالیتی و در مورد آن که باید مکانیزم معین همگرایی باید باشد درست است. ما این مکانیزم ها کار کرده ایستادیم. ژورنالیست پراکنده کردن و جمع کردنش مشکل است. خود همه شما جمع کردن این موفقیتی اتفاق ژورنالیستان است. یک چیز وقتی که سیز به چندون بود استاد رحمتی اکبر گفتند که شما بمیخواهید ژورنالیستان موفق کردگی بیارید. من حساب کردم 49 نفر. بعد گفتند که یک کس دیگری آگه 50 شود. شما استاد حساب کردن سال 22 23 22 چورگی یک دیگر زیاد انابی جواب با استاد نوریدین بسیار از همه فعال هستند و یک چیز که امروز شما در اینجا امید منصورش میدونید در امریکا در یک سال 100 تا مجله پیدا میشن 100 تا برام میخورن میروید درس برده کارخانه بگه اینا 2 سال پیش برام خورد اینش به نزدیکی چی شد همون اطلاعات بازار است بگذار در قزاقستان را بگذار در سرگوت رود اطلاعاتش فروشد فرید نکنه فروشد چاپ کند چی بید این اختیار او در ما موافقت ما کسبیت سطح بلند روزه مطبوعات تاجیک خودتون یک بار چی کنید که کسبیت نمیکرد گازیت برآوردن آزادشان نیست در مسکل میگه مثلا جمهوریت نمیگه یا اینکه تاجیکستان 30 سالگی با گازیت برآورد که در سطح امروز مثلا سطح در اسپرس فرج اسسر برمان است که از پلوس که در سطح این برابر ایران نیست. اناخی یک علاوه دیگر شما تیم کاز گفت که از استراتژی وسایل اخبار عموم در دستگاه در رفت کار است.
ما حاضر بدون این دو لایه خوب داریم معلوماتنامه اتفاق ژورنالیستان رو در 600 صفحه تیار کردیم. یار محمد سوچانی جمعا بدبختانه هم یار محمد گم شد و هم دستنویس گم شد. هر دو چیز نمیادیم و دیرکتور کتابخانه نسخه شد. همین عنقریب تا آخر سال اما معلوماتنامه نشر خواهد شد. هم زمان ما یک لایه دیگر داریم در اینجا رئیس خاکساری کردن، خرید کردن درباره 35 ژورنالیست برنامه جمهوری خودم مؤلف هستم 11 نفر من نشر کردم و این 35 دوام میشد به 35 سالگی 35 ژورنالیست برنامه جمهوری. همچنین این سال تا آخر سال معلوماتنامه جایزه‌داران لاهوتی یک سال کار وعده کرده است که به نشر میرساند. برای این کارها ولی زیاد کارها هستند و در آخر در اینجا با روزنامه صدای مردم، دایجست، فرج، شعر، جمهوریت برای همکاری ها چاپ کردن ترجمه های ما عرض سپاس می‌کنم. تشکر. شاید از موضوع کم در بیرونتر هم باشد اما فکر می‌کنم که علاقه‌مندی دارد. با ژورنالیست که داخل داره بله. شاید درباره تجلیل روز کسبی موشو مخصوصاً مطبوعاتی ها می‌رود 11 ماه هرچند که در همکاری با وزارت فرهنگ است من پیشنهاد می‌کنم که همین سال که سال قدم‌های اتفاق ما پراقتدارتر شدن دارد یک بار دیگر سهم شد یا که نقش در برگزاری همین روز مستحکم‌تر کنند، رنگین‌تر کنند. همین روز تا حد بیرنگ‌تر شده ایستاده است که در اون قطار افتخاری فرو نمی‌شود. اکثرا سرمایه‌دار و همکاری ما و شما از رفتن به همین چهاربینی مهمترین ما در یک سال تجربه خودداری می‌کنیم. ما 20 نفر میبریم و در بالای سرشون می‌رسیم تا آخر چهاربینی بیستن و برآمد هر یک نفر در قرصک می‌ذاریم. 20 نفر از جمهوریت. چرا همین چهاربینی برای ما پر افتخار روز تا روز زندگی ما رنگین‌تر شده است. شکری همه چیزی که داریم اما چهاربینی ما سطحش پسته. یاد داریم 20 سال پیش بهترین هنرمندان می‌اومدن، هجدگارا می‌اومدن سیفای ما را تقلید و مسخره و طنزی پسند می‌کردن، حلاوت می‌بردیم. وقت زندگی و معاش و درآمد خیلی پست. چرا چنین شد؟ اگر اتفاق محترمی ژورنالیست و ایدئوی خود داشته باشد ما همه کسا آماده به جلبش کنیم و ایشه ما همین روز یک روز برای همه خاطرمون باشه. برای من شخصا بسیار نازیب است که جایزه به نام استاد وحید اساری خیلی مبلغش را نمی‌کنید چند سومانی است برای من. شاید 10 سال پیش بود و یک مبلغ عزیز داشت اما امروز همون مبلغ هیچ ارزش ندارد. چرا باید همون استودنت ما دعوت دیم؟ حالا باید همون تکسپلیش برآورده کرده باشد. این یک طرف دیگرش ما هنرمندای خیلی شناخته داریم که نفس کشتن قریب که به پول برآمد میکنن. قریب که در فصل قریب معلم لاله عزیز محرمه اینو هم می‌نوازن هم زنده میخونن و باور کنید اگر یک نماز شما کنید قرض داره می‌برن از چهاربیتون میرون. نفس ندارم اما میتاسبونن دلخوش چهاربینی. یک وریانت خوب باشه. جمهوریت ماده است که قسمت فرهنگیش سرپرستی کنه. و از نگاه و بند دینی همین یک پیشنهاد بسیار غیر منطقی است وقتی که در روز مطبوعات تاجیک ما تمام نماینده‌های وسایل اخبار ما کوششی قدردانی کردن می‌کنیم. روز مطبوعات تاجیک است. این صرف باید برای مطبوعاتی‌ها باشه. ما به عزت نفسی دیگر وسایل اخبار ما رسیده نیست برای که اگر اونها هم در علاوه‌داری کنن امکانیت او خیلی بیشتر است که کارمندان 10 برابر ما و شما قدردانی کنن. 10 برابر ما و شما. اینجا هم وقت اکونومی می‌کنیم و هم بگذار روزی تلویزیونی تاجیک‌ترین انداز باشد. بگذار روزی رادیو خیلی زیر یک بینون شاید اون علاوه باشد اما مطبوعات باید صرف باید باشد. ما خواهش میکنم امروز که وقت داریم مرکز نسل‌ها به ما دستگیری کنم ما آماده ایم که از نگاهی بعضی چیزایی که یاری مولی میخواد درباره شما باشه.
سلامت یک هدف دیدید همکارت در روز مطبوعی توجیه. اما یوری مولیش لیکن نمیده. یک پویش هستی من از تجربه که هنوز سال 2013 12 و 13 بود رحمت اکبر ستار داشتم وقتی که همه را گفتن که برای روزی مطبوع چی میکنیم بعد همه گفتن میشه و بعد در واقع گفتش تو قانون رحمتی خیلی نکنی برای همین از همین روز کسی که این هم مثال گفت در سری شما درست میگین آدمایی هستن که با اعتبار مثلا اگر روز یکی صحیف گفت زنه شب نمیشه هم جمعی 3 ساعت برای ژورنالیست گفت به پول میخوانم گفت در سری ما خودمون باید همون یک جا باشیم یک جا باشیم باید فکر بیاریم پیش همه دیدیم که همین ایدی ما است ایدی مطبوعاتی ما است باید ما امر همچون اید تجلیل کنیم البته ما در دیگر روزا دور روز آزادی بیان که پرابلممون میگیم روزی همراهی جنازه که پرابلممون میگیم دیگه روزی مطبوعاتی توجیه باید یک روزی باشد که همون در یاد همون نه تنها مایی که مثلا علاقه وایستگی هستیم جوانایی که بر ژورنالیست کرده دلشون آیات خودمون نشه درست میگن که مثلا چیزایی که اون مبلغایی که هست مثلا برای جایزه مثلا استاد باید از که 200 تومانی برای استودنتی البته کم است یکی همون هم حواسمند میکنم را شما ببینید همونایی که جایزه اسراری گرفتن امروز در ژورنالیست که توجیه همش کار کرده شده سرمایه درود به همه شما با وقت شما در دو کم کرد پیشنهاد قربان بسیار پیشنهاد خوب من تنها علاوه کردنیم که از اونی که هر یک گازت رفته و بر هر آدما و هر نفران علاقیده یک پیام یک توفه میرسونیم ببینید هر گازت تصمیم بگیرد که مثلا همین جایزه لغاتی را مباخوات کرد جایزه لغاتی در چند سمت داده میشه؟ 4 سمت مثلا 5 این تو 5 تا کلمه برای چون که SSSR آماده است که در یک سمتی که شما پیشنهاد میکنید 5000 تومانی از فوند SSSR همون جایزه رو دستگیری کنید. اگر هر گازت یک جایزه رو دستگیری کند آبروی جایزه هم بلند می شود و تماشا یک تکه جمله پیلو کنید تکه سیفته میتونید پروتکل پروتکل داخل میکنید تشکر دیگه اگه سخن نداره کسی یا پیشنهاد مرحمت شادی خان برای اینجا بسیار آدم‌ها بیان جایزه وای دستوری را مبلغ شد در جوانان زیرا که آدمانی که این جایزه را میگیرن همش جوان‌ها هستن
چند چی الکی. یعنی هم بچه‌ها برای خودشون یک فضای ایجادی در اونجا در این کارخانه پیدا کرده تا استفاده ما فکر می‌کنیم که ما وظیفه ما باید این باشه که چون که جوانان رو اگر ما و شما امروز که دستگیری نکنیم کی دیگر دستگیریشون میکنه و در مسئله رابطه با فاکولته ژورنالیستیک همیشه اتفاق ژورنالیستان و ما شخصا من اونجا هم درس میدم هم ختم کرده همین فاکولته هستم و همون 35 نفری که مثلا رفته بودن قریب 15 نفرشون ختم‌کردهای به واسطه فاکولته ژورنالیستیک بودن و شما وقتی یک بار می‌بینید که چقدر هم مردم بعد یه بار اول آمدن اونجا دیدن فاکولته دوست داشتهشون که امروز با چی شرایطی بود پیش چی شرایطی بود این امکانیت اینا فراهم میاره که در آینده باید با زیادتر کنیم همکاریمون کارمون سلامت باشیم. خب